میریم به سراغ بازی دوم ایران و مقدونیه در چارچوب 24مین دوره رقابت‌های هندبال قهرمانی جهان. تیم زرد و قرمز پوشی که حاشیه قرمز رنگ روی آستین می‌بینید تیم مقدونیه هست. گل اول بازی رو هم اونا به ثمر میرسونن. مقدونیه‌ها از نظر هندبال در اروپا بسیار مطرحند. دو تیم واردار و تیم متالورگ رو دارن که در قهرمانی باشگاه اروپا حضور گل مساوی رو بچه‌های ما به ثمر میرسونن. سجاد استکی ترکیب تیم ما کاملا نسبت به روز گذشته تغییر پیدا کرده. یک ضد حمله و یک گل دیدنی رو یار 22 به ثمر میرسونه. باز هم یک پرتاب بلند ببین شروع مجدد خوب رو و گل سوم رو هم به ثمر میرسونن. حالا مقدونیه 3-1 پیش میفته. پدرانگلوف دروازه‌بان با تجربه است، در باشگاه اروپا هم یکی از بهتریناست. یک بار دیگه فرصت برای یار 21 فراهم میشه. نمانیچ پریباک دفاع سیستم 6-0 مقدونیه‌ها و گلی که مهدی بیجاری به ثمر میرسونه در قلب دفاع. 4-2 سجاد استکی. سجاد در بغل چپ قرار میگیره. حالا یک بار دیگه فرصت برای میلاد مسائلی، گل قشنگی رو میزنه. گل قشنگی رو میلاد مسائلی میزنه. بازم فرصت هست برای یاران مقدونیه. یار شماره 4 به یار 21 میسپاره. یک ضربه از راه دور و گل پنجم رو به ثمر میرسونه. یار 21 یکی از تیم‌های خوب اروپا قرار میگیره که به اشک مقدونیه عرض کردم به دلیلی که در منطقه جغرافیایی واقع شدن که کشورهای جدید. یک گل دیدنی رو اینجا بچه‌های ما سجاد نظری میزنه. یک بار دیگه فرصت برای تیم ما هست. باز هم موفق‌تر دروازه‌بان پدرانگلوف در وله بعدی دفاع این تیم. ببینید چقدر راحت ثابت توپ میشن. اینجا دیگه دروازه ما رو باز میکنه. فرصت هست سجاد استکی برای نظری. خود سجاد حالا برای مهدی بیجاری موفق گل پنجم رو به ثمر میرسونه. الله کرم که در کنار نیمکت میشینه، در هنگام حمله به زمین میاد، در هنگام دفاع در واقع ترجیح میده که از کسی دیگه استفاده کنه. آقای ماچک یک گل دیگر رو به ثمر میرسونه. این بازیکن شماره 21 هست. بازیکن شماره 21 در ترکیب تیم واردار بازی میکنه. واردار اسکوپه مقدونیه که همگروه با بارسلون بود. یک گل دیدنی رو سجاد نظری بازم میزنه. الله کرم استکی برای رجبی در بغل چپ یک گل دیدنی رو کاپیتان ما به ثمر میرسونه. هفتمین گل تیم ملی ما هم به ثمر میرسه. بازم رجبی، الله کرم استکی برای نظری و چه ضربه‌ای میزنه. عالی میزنه. هشتمین گل رو 8-8 چهره در هم رفته اوبروان تو از دست میره. برای مقدونیه ما فرصت داریم. یک لحظه الله کرم استکی چه گلی میزنه بازیکن خوب اسپانی ما. بازم فرصت برای مقدونیه دست برداری از سمت راست بیاره 21. حالا یک پرتاب از راه دور و گل تساوی بخش سجاد نظری. مالکیت توپ همچنان با ماست و این یعنی که ما یک قدم به کسب گل برتری نزدیکتریم. و چه گلی میزنیم سجاد استکی این بار به داد ما میرسه. باز هم الله کرم استکی چه گلی میزنه. 11مین گل رو الله کرم میزنه. حالا دفاع 4-0 ما کاملا مجبورن در محوطه نوبت خودشون محبوس کنن. یک گل رو دریافت میکنن. در این لحظات وارگینز ضربه عالی سجاد استکی رو میگیرن. حالا یار 5 استیلوف به این راحتی نبود دو بازیکن امید سکناری دو تعویضی که انجام شد. حالا خطا رو به نظر میسید که انجام داد یار 5 استیلوف، اما داورای قطری اصلا چنین اعتقادی نداشتن تا به این شکل با یک کار گروهی دروازه ما رو باز کنن. 12 17 دقیقه و 59 ثانیه 18 دقیقه رو پشت سر می‌گذاریم. 12 دقیقه رو پایان نیمه اول زمان داریم. سجاد استقبال سجاد نظری گل تساوی رو به ثمر می‌رسونه. الله کرم و سجاد دو نقطه قابل اتکای تیم برود ماچک هستن. ساختار تیمیش رو بر مبنای این دو بازیکن به شکل میچینه و یک گل دیدنی سجاد میزنه. یک حرکت خوب از سجاد استقبال توپ ربایی عالی خود سجاد و گل دیدنی دیگر 14مین گل رو سجاد استقبال به ثمر می‌رسونه. بعد از شهادت مرتجی و دقانی تیم ما رو صاحب یک دروازه‌بان 6 دان کرد. یک بار دیگه فرصت برای فیلیپ لازارو، همون بازیکنی که عرض کردم عضو باشگاه بارسلونا، کاملا دفاع 6-0 حالا دفاع 5-1 رو در دستور کار خودشون قرار یک گل دیدنی رو میزنه. امید سکناری 28 دقیقه و 41 ثانیه هنوز زمان داریم یک گل دیگر رو هم دریافت. دیگه تا ثانیه دیگه شاید پایان این بازی خواهیم بود در نیمه اول که بازی بسیار نزدیکی بود. 18-17 و فرصت برای مقدونیه یک گل رو زد. فاصله رو کردن به 2 گل. 19-17 الله کرم استکی یار 20 امین کاظمی رو هم به میدون آورد. ببینید تغییرات چه نتیجه میده. الله کرم استکی یک ضربه زیبا و دیدنی گل 19 رو میزنه. چه گلی میزنه. 21 پشت دفاع ما باز هم
گل‌های پیاپی است که تیم ما در این لحظات دریافت کرده. باز هم فرصت برای امید سکناری. خود سکناری چه گلی میزنه. آفرین به امید سکناری. توپو در اختیار مقدونیه میگذاره. یک بار دیگه فرصت برای لازاروف و گل دیگری رو میزنه. لازاروف بازیکن بسیار خطرناکی. گام اضافه به سود تیم ما. ضد حمله برای سجاد استکی و گل به ثمر میرسه. 24-20. حالا مالکیت توپ در اختیار مقدونیه است. یک توپ از راه دور و گل. چقدر راحت دفاع ما رو باز میکنه. باز هم یاره 17 بود که گل رو به ثمر رسوند مارکوفسکی و یک گل دیدنی رو الله کرم میزنه. میارم به بغل چپ با رجبی. ما یک مقدار در گوشا دچار مشکل بودیم. امید سکناری و یک بازیکن به نام میلاد مسائلی هم داریم به جایشون که ما گوشامون باید فعالتر باشه. یک گل دیدنی رو میزنیم. باز هم الله کرم استکی. حالا تیم ما میتونه فاصله رو کمتر هم بکنه. سجاد استکی به امید سکناری. فرصت برای سجاد ندی. حالا ضربه رو میزنه. آفرین به سجاد ندی. آفرین به سجاد ندی. مسابقات جهانی باعث شد که آمار خوبی از بازیکن ما منتشر بشه. حالا فرصت برای مقدونی بود یک گل رو جبران کرد. مجسوسی البته در دفعات قبلا به میدون اومد. حالا استیلو گل سیوم میزنه. ما به یک قدمی مقدونی رسیدیم اما بلافاصله دو گل پیاپی ما رو از اون اهدافی که در سر داشتیم دور کرد. یک ضربه از راه دور بی‌دقتی میکنه. بی‌دقتی میکنن بازیکن. ضد حمله برای مقدونیه و گلی که سجاد استکی. یکی از گل‌ها جبران میشه. 29مین گل برای تیم ما. بازم الله کرم استکی. عقب‌تر یک فرصت برای تیم ما هست و یک گل رو جبران میکنیم. 33-31. آفرین به الله کرم. او هم بی تردید بهترین بازیکن ما بود. 33-31 و تمام